نرخ بهره چه تأثیری روی مارکت کریپتو و فارکس داره؟ نرخ بهره عملاً یعنی هزینه‌ای که برای قرض گرفتن پول از بانک باید پرداخت بکنید یا بالعکس. به عنوان مثال فرض کنید که نرخ بهره آمریکا 5% هستش. شما اگه $100 وام بگیرید از فدرال رزرو یا بانک‌های آمریکا، باید در انتهای سال $105 بهشون پرداخت بکنید. یا اگه $100 بذارید توی بانک، به شما سر سال یه $105 باید پرداخت بکنن. عملا زمانی که فدرال رزرو تصمیم میگیره نرخ بهره رو افزایش بده، دلار قوی میشه و به نفع بازار دلار هستش و به ضرر بازارهای پر ریسکی مثل سهام، کریپتو، طلا و سهام توی فارکس هم هست. و اما زمانی که فدرال رزرو تصمیم میگیره که نرخ بهره رو کاهش بده، بسیار به سود بازارهای پر ریسک مثل کریپتو، فارکس، طلا هستش. اما چه زمانی فدرال رزرو تصمیم میگیره که نرخ بهره رو افزایش بده یا کاهش بده؟ قراره در پست‌های آینده پارامترهای مهمی که فدرال رزرو رو مجبور میکنه نرخ بهره رو افزایش بده یا کاهش بده به شما آموزش بدیم تا بتونید تو تحلیلاتون به شکل درستی از اونها استفاده بکنید. با ما همراه باشید.